سلام. بذرهای خشخاشیمونه که کاشتیم روز به روز دارن ماشاءالله بزرگتر میشن. اینا بذرهای سفید رنگه، این برگای پهنی داره و ساقه‌هاشون کوچیک‌تره. ساقه‌های کوچیکی دارن که تو خاکه، ولی بذرهای خاکستری و مشکی نسبت به اینا که الان من کاشتم برگاشون کوچیک و ساقه‌هاشون بلند. دیگه نمیدونم از نوعشونه یا رشدشون هم خیلی کنده. اینا بذرهای خاکستری و مشکی هم. تو گلدونای دیگه هم کاشتم بهتون نشون بدم. اینا بذرهای خاکستری و مشکی مونه. این در اومدن رشدشون خیلی کمه، ولی بذرهای سفیدتر همون که طوری که مشاهده میکنید رشدشون خیلی خوب داره میره پیش میره. برگاشون خیلی پهن‌تر از مشکی هست. این بذرهای سفید رنگی مونه.